ساکنان دهه مرزی شپد ناحیه روشان بدخشان کوهی را کارهای ساختمانی در مرز کشور همسایه افغانستان به تشویش آورده است. این ساکنان میگویند هیچ اختلافی با برنامه‌های راهسازی همسایه‌ها ندارند، ولی ترکش‌های ساختمانی که برای وسیع‌تر کردن راه‌های کوهی انجام می‌شوند مایه تشویش ساکنان ملکی دهه در تاجیکستان شده است. شپدی ها میگویند که در دوام 2 ماه اخیر شروع کارهای ساختمانی در روشان افغانستان 15 منزل ساکنان محلی آسیب دیده، یک خواننده مکتب زخمی شده است. مقامات ناحیه روشان با ارسال نامه به وزارت خارجه تاجیکستان درخواست کردند که در مذاکرات با جانب افغانستان مسئله بی خطر پیش بردن کارهای ساختمانی را در میان گذارند. دهه شپد ناحیه روشان در 62 کیلومتری مرکز ناحیه قرار داشته، در آن 47 خانواده به سر میبرد. این روستا با دهه قامه ناحیه روشان افغانستان همسایه می باشد. میان این دو دهه و مرز دولتی رودخانه پنجاری است، ولی فاصله میان دو ده چندان زیاد نیست و از همین خاطر هم آثار کارهای ساختمانی در منطقه کوهی بدخشان افغانستان در فاصله 10 کیلومتر در حدود تاجیکستان هم احساس می شود. زبیده علی محمد و دیرکتور مکتب رقم 1 دهه شپد ناحیه روشان 28 ایون به رادیو آزادی گفت دیگه به داد آمدیم، همه جا نرسیم، هیچ کس به داد نرسیم. همه آگاه کنند. اون روزی که ما یک زمین داشتیم طلبه به سر امام گرفتن وریانت دستش میزند قریب که بشکند. خیرت که خدا شکرانه که نشست و ورم کرد. شکرانه یگان واقع شود چی به ذمه میگیرد، من همین در چستم. راهسازان افغانستان در ناحیه روشان ولایت بدخشان ماه مارس سال روان برای تخت و هموار کردن راه به ترکانیدن کوههای اطراف راه شروع کردند. کارهای ساختمانچیان افغان در فرصت برای آنها مناسب صورت گرفته. جانب تاجیکستان میگوید که همسایه کشور از این برنامه‌ها پیشکی آگاهانه نشده‌اند. حالا به گفته خوجنظر لطف الله رئیس ناحیه روشان مسئله خیلی جدی شده است و به بررسی حکومت سطح جمهوری بررسی برداشته شد. من خودم با ساکنان دیها صحبت داشتم، خودم رفتم اونجا دیدم که خطا مشکلات وجود دارد. حاضر در سطح مقامات ولایتی، در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان همین مسئله خطی کار رفته ایستاده است، ولیکن مکتوبا از نام مقامات ولایتی و وزارت‌های داخله‌دار ارسال شدن، حال کار رفته ایستاده است. در همین حال دیپلمات‌های سفارت افغانستان میگویند در ارتباط به مشکل ساکنان دهه شپد باید وزارت امور خارجه این کشور نظر دهد. نورالله عالموف ساکن دهه شپد میگوید ترکش‌ها اصلا روزانه در ساعت‌های کاری و یا در وقت درس مکتب رخ میدهند و مایه نگرانی ساکنان دهه شده‌اند.